اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز. امروز 17 اکتبر این موضوعها را با شما در میان میگذاریم. در پای یک صحبت تلفنی طولانی ترامپ و پوتین موافقت کردند که در بوداپشت دیدار و گفتگو نمایند. یک نفر هلاک و 14 کسی دیگر مجروح شدند. در ولایت امور اتوبوسی حامل مهاجران در تصادف نقلیاتی چپه شده است. و رانندگان اسکوتر و سمکت ها در دوشنبه میگویند از پول آخرین واسطه نقلیات خریدیم که روزگارمان را پیش بریم، اما آن هم منع شد. همین خریدم که امید عیدس نورسینا همین های کنم برای بیاد با یک کمودی من بود کنم. روز 16 اکتبر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیشروی سفر ولادیمیر زلنسکی رهبر اوکراین به واشنگتن تلفنی گفتگو نمودند. بعد از این ترامپ اعلام کرد که احتمال دارد با پوتین ملاقات نماید. هفته گذشته پرزیدنت آمریکا گفت میتواند با پوتین شرط گذارد که یا مذاکرات صلح آغاز می شود یا اوکراین موشک‌های توماهاوک میگیرد. زلنسکی ادعا کرد که موشک‌ها میتوانند پوتین را به سر میز گفت و شنید وادار نمایند. همکارم اسکندر خوجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد. روز پنجشنبه بعد صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه‌های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او میتواند با رهبر روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانی گفت و شنید ترامپ و پوتین را آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. این رویداد غیر منتظره زمان به وقوع پیوسته است که رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن سفر کرده است و انتظار می رود که در دیدار و گفتگویش با ترامپ از پرزیدنت آمریکا از جمله موشک‌های دورپرواز توماهاوک درخواست نماید. یاور پوتین میگوید اثنای صحبت با ترامپ پوتین هشدار داد که دادن موشک‌های توماهاوک به اوکراین برای روند صلح کمک نمی‌کند و بر علاوه می‌تواند روابط واشنگتن و مسکو را سرد نماید. از این رو رسانه‌ها تلاش مذاکرات پوتین را همچون اقدام دفاعی ارزیابی می‌کنند. اخیراً مسکو و کیف به پایگاه‌های انرژتیکی همدیگر ضربه‌های سنگین زدند. با دریافت موشک‌های توماهاوک اوکراین امکان می‌یابد به هدف‌ها در دلخواه شهرهای روسیه زیان رساند. هفته‌های اخیر احساس می‌شد که کاخ سفید از سرکشی پوتین دلسرد شده میل دارد به اوکراین کمک بیشتر رساند، ولی بعد صحبت تلفنی ترامپ و پوتین از احتمال دور نیست تصمیم رهبر آمریکایی تغییر یابد. کمیته تفتیشاتی ولایت امور روسیه در پی یک تصادف نقلیاتی در ناحیه سوابودنی با اشتراک مهاجران پرونده جنایی باز کرده است. صبح بر وقت 16 اکتبر در نزدیکی دهه اوستپیر یک اتوبوسی حامل 48 کارگر به ماشین سبکرو برخورده است. در نتیجه یک نفر هلاک و 14 کسی دیگر با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان بستری شدند. خبرگزاری تاس به نقل از دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت امور نوشته است مسافران اتوبوس کارگران از ترکیه، تاجیکستان و ازبکستان بودند. همه آنها در شرکت ترکیه یاماتا کار می‌کردند. ثانیه‌ها بعد آن به وقوع پیوسته است که اتوبوس به سمت مقابل حرکت می‌براید. پس از برخورد به ماشین سبکرو اتوبوس از راه بیرون و چپه شده است. سبب‌های سر زدن صدمه نقلیاتی و عاملان آن تحقیق می‌شوند. دوستانه ولایت این قضیه را زیر نظارت گرفته است. прокуратура шаҳри санҷишро оғоз кардааст. иҷрои қонунҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ва риояи ҳифзи меҳнат баҳогузорӣ карда мешавад. дар сурати мавҷуд будани қонуншиканӣ аз ҷониби додситонӣ чораандешӣ мешавад.
فعلا یکی از مجروحان تصادفی رو در حالت وزنین در شعبه احیاگری است. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه در باره تفتیش حالتهای صدمه گزارش طلب کرده است. تصادف‌های نقلیاتی یا همه گونه حادثه‌های دیگر با شرکت مهاجران همیشه واکنش این کمیته و رهبری آن را به میان می‌آورند. موضوع مهاجرت را ادامه می‌دهیم. یک گزارش نو موضوع مهاجرت زنان ساکن قرقیزستان و تاجیکستان به خارج را تحقیق کرده است. این گزارش را سازمان جهانی مهاجرت انجام داده روز 16 اکتبر نشر نمود. آن بر پایه مصاحبه‌های یک به یک و گروهی با 10 زنان در این دو کشور تهیه شده است که در دوام چند سال اخیر مهاجرت را تجربه کردند. پرسش‌ها ماه‌های می و ایون امسال برپا شده در تاجیکستان از جمله زن‌های از مهاجرت برگشته و ساکن شهر دوشنبه، نویای رودکی و شهر کولوب در آن اشتراک کردند. همکارم خیرامان بقازاده با این گزارش آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم مهمترین خلاصه های آن را به ما بگوید. بله شهلا، یکی از خلاصه های محققان سازمان جهانی مهاجرت این است که اساساً هدف‌های زن‌های تاجیکستان و قرقیزستان از مهاجرت از هم فرق می‌کنند. مثلا اگر اکثر زن‌ها از قرقیزستان به خاطر دستیابی به یک استقلالیت مالی و دریافت کار و درآمد مستقلانه و برای کوتاه مدت و مهاجرت کاری بروند، بسیار زن‌های تاجیک به خاطر همراهی همسرانشان و برای دراز مدت وطن را ترک می‌کنند. برای هر دو گروه روسیه مکان اساسی مهاجرت است و از 43 تا 55% مهاجران از تاجیکستان و قرقیزستان زنها بودند. گزارش میگوید هرچند مهاجرت کاری به روسیه بعد شروع جنگ در اوکراین و حمله به تالار کنسرتی کراکوس در مسکو ماه مارس سال گذشته نظر به گذشته ها خطرناکتر شده است، زنان از تاجیکستان به ویژه از روستاها با وجود مانعه های در جامعه مردسالارشان باز هم به مهاجرت می روند. آنها را از مشکلات پرسیدند و زنهای مهاجر از هر دو کشور گفتند خوب ندانستن زبان، مشکلات سند و مراجعت به ساختارهای دولتی، نقض حقوقشان در کار و جامعه و برای زنهای تاجیک فشار از جانب اعضای جامعه خودی یا تاجیکستانی ها وجود داشته است. خیرامان، آیا درباره درآمد پولی زنها هم پرسیده شده است؟ این یکی از پهلوهای مهم گزارش از شهلا. 65% زنان قرقیزستانی و 74% زنهای تاجیکستانی گفتند که به خانواده هایشان از مهاجرت پول میفرستند و در بسیار عائله ها پول های آنها درآمد اساسی به شمار می رود. یک نکته جالب این است که وقتی زنها خود را نانآور اساسی عائله هایشان احساس می کنند، بعد بازگشت استقلال مالی آنها از دست می رود، چون مردان نظارت بر خراجات پولهای آنها را در اختیار خود می گیرند، چون این زنها باید دوباره از روی معیارهای جامعه پدرسالار عمل کنند. مثلا زنهای تاجیک گفتند که از مجبوری و همچون یک فداکاری شخصی آنها راه مهاجرت را انتخاب می کنند، در حالی که بسیار زنها از قرقیزستان گفتند مهاجرت به آنها امکانیت رشد و استقلال شخصی، کاری و فردی را فراهم می کند. این زمان باز هم با مهاجرت رفتن زنان را در جامعه های کشورشان چندان خوب قبول نمی کنند و زنهای پرسیده شده گفتند که وقتی مردان از مهاجرت همچون قهرمان برمیگردند، زنها اگر باز به پول برگشتند آنها را همچون یک شخص ناموفق ارزیابی و هم درباره کارهای در مهاجرت کردهشان بسیار سوال می کنند. و نهایت یک تفاوت دیگر این است که اکثر مهاجران زن و مرد از تاجیکستان گفتند که میخواهند به مهاجرت پیوسته رفت آمد کنند و مهاجران قرقیز گفتند که میخواهند در وطن بمانند. تشکر. خیرامان بقازاده بود با خلاصه های گزارشی سازمان جهانی مهاجرت درباره تجربه مهاجرت زنها از تاجیکستان و قرقیزستان. اگر این موضوع شما را به اندیشه وادار کرد یا نظر میخواهید بیان کنید از آن، لطفا زیر این برنامه نویسید و هم شکل مفصل گزارش را از سامانه azadi.org بخوانید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
чанд рӯз пеш мақомдорони душанбе истифодаи скутеру самокатҳо дар пойтахти тоҷикистонро то соли 2030 манъ карданд. ронандагоне ки аз ҳаққи вуруд ба пойтахт маҳрум шуданд аз ин қарор нороҳат буда таъкид мекунанд ки ин нави нақлиёт барои муҳити зист зараре надорад ва тамоми дунё дар фикри истифодаи бештари он аст. вале сабаби манъи истифодаи самокату скутер дар душанбе чандин ҳодисаи маргбор ва беназмии ронандагон гуфта шудааст. коршиносон дар суҳбат бо зарангези наврӯзшов ва шаҳлои абдулло гуфтанд шояд танзими амиқтари ин нави нақлиёт беҳтар мебуд. ин скутери барқиро мухсафар чанд моҳ пеш бо пули роҳрӯбии худ харид то харҷи оилааш барои роҳгиро кам шавад. писари 27-солаи ин зан 4 бор ҷарроҳӣ шудааст ва пиёда зиёд роҳ гашта наметавонад. скутер кори ӯро ҳам осон карда буд. чама мехона англисида мехона рамо дрозай خیلی مغلب بسیار نمی‌مون که من هر روزی رسم بودم برابیا همین خواهدم که امید عیدس نورسینا همین های کنم برابیات با یک کمودی من بود کنم یا جربی من میبره کوون یک کویگا من میره یک دارو میخره یک اپتک میره یک بازار میره جایی که لازمه باشه اون کاری مثلا ضروری باشه ما با ماشین اگر بریم بود راه پلی و چی میکنیم با این مثال اکانوم میشه اون کاش فایده مدت چند دست پسری مخسفر نمیتواند با سکوتر به شهر وارد شود و او گفتند بدون قید دولتی و رقمی مخصوص از آن استفاده نبرد. میگوید هنوز آن را به قید نگرفته بود که استفادهش پررم منع شد. استفاده اسکوتر و سمکت یا دوچرخه های برقی در راههای ماشینگرد و پیاده‌گردی دوشنبه تا سال 2030 منع شد. این قرار شماری دوچرخه های برقی را در راههای پایتخت انگشت شمار و خریداری آنها را هم کم کرده است. خب 20 نان آوردگی بوده اینم جدا از این ناموش فروختیم نمی قدرش موندگی ده مثال خریدار بوده میفروخت یک تا نیم تا میفروختی مثال اینا میگم که 4 روز شد نساوده نه خریدار نه هیچ. از این پیش مقامات صاحبان اسکوترها را مجبور کردند که نقلیات خود را از قید گذرانند و رقم دولتی بگیرند. ظاهرا این قرار نتوانست حرکت اسکوترها را در شهر به نظم آورد. تصمیم منع حرکت اسکوترها در راه و پیاده‌روهای شهر پس از آن گرفته شد که به اطلاع مقامات صدمه‌های مرگبار با شرکت چنین نوی نقلیات زیاد شد. مقامات میگویند از اول سال با اسکوتر و سمکت‌ها 26 تصادف به قید گرفته شده است که در نتیجه 3 نفر جان باخته 24 کسی دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. فقط در یک هفته اول ماه اکتبر مقامات از مرگ 2 راننده اسکوتری برقی خبر دادند. کارشناسان میگویند راههای کشور برای حرکت این نوع نقلیات موافق نیست و مقامات را ضرور است تا اول برای آن شرایط فراهم آورند. هنوز مثلا با بعضی اسناد حقوقی خصوصا قاعده حرکت در راه بعضی مشخصات باید وارد کرده شود که همین سکوترها اینها چی نمود نقلیات هستند از نگاه نیروهای تکنیکی بر زمین باید مشخص کرده شود که راه حرکت آنها کجاست راه پیاده‌گرد راه اتومبیلگرد یا راه مخصوص هنوز این مثلا این سمت مسئله حل نشده است مثلا اگر که اهمیت داده باشد صاحبان این نمودی وسایل نقلیات 30 سال گوناگون دارن مثلا حتی طلبه‌های صنف 4 و 5 مکتب هم هستن. شفقت احمدوف که چند سال باز به فروش و اجاره اسکوترها مشغول بود میگوید بهتر بود استفاده این نوع نقلیات را فقط برای افرادی تا 18 ساله منع میکردند. کار بسیار آدما را آسان میکرد. بعضیا به مغازه رفتن نفرانی هستند که از خانه‌شون مغازه دورتر است و نفرانی که تالاری ورزشی میروند یا اینکه خانه خشت تبارها میروند سکوترهای کلانی که در خفاشون بار بروشته می شود به امروی مردم خوجگی دهقانی خیلی کمک به اندازه می رساند. منع استفاده اسکوترها در تاجیکستان در حالی است که ساکنان از تنبشوی در راهها و کمبود نقلیات و گرانی راهگیر را شکایت می کنند. چندی از همصحبتان ما گفتند خوب است اگر قرار پررم منع کردن این نوع نقلیات بازنگری شود. و یک زن جنگلبان از تاجیکستان صاحب جایزه معروفی بین‌المللی شده است. جایزه مذکور تحت عنوان اینترنشنال رنجر اوارد 2025 آخر هفته گذشته در دایره کنگره جهانی حفظ طبیعت در ابوظبی به سفربی دولت و تقدیم گردیده است. این زن جنگلبان همچون ناظر حفظ جنگلی ممنوعگاه دشت جام فعالیت میکند. دوستان مهربان رسیدیم به پایان برنامه اخباری آزادی. سپاس که ما را تماشا میکنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما.